من تنها از پس جنگاور میشوم. کار دیگران را شما حل میکنید. تو به ماشین کمال سیاه بمب میگذاری. با دست داشتش یک جای میمورد. تو از پس کمیسر اونال شده کارش را تمام میکنی. تو دفتر معزین را محکم میکنی. او را با دست داشتش به آن دنیا میفرستی. تو باشه دست داشته کلس را گرفته به انبار میاری. جنگاور برای کمک کلت کلس که آید خودش بدام میافتد که گاه همشان میمرد. برایت پدر جان چیکار میکنی ناخلف؟ نشستم پدر. کاری دستم را بوسه کن زودتر. دستت را هم بسیاری ها بوسه کنند. عیدهای زیادی را بینی انشاءالله. کنی اینها را بگیر. عیدانت است. شیرینی بگیری؟ پدر خیلی بهتر بیا. تو از دنیا خبر نداری. بین ماه را دیدم. عید رسیده است. سلطانم جانم. عیدتان مبارک شود سلطانم. بفرمایید شینید. عید شما هم مبارک باشد عزمی جان. عیدهای بسیاری را با هم ببینیم انشاءالله. انشاءالله. پسرم کنی خیز دستی مادرت را بوسه کن. وای خانم تولین اهمیت ندید. برای پدرم عید بر وقت آمده است. طاقت کنید. عیدتان مبارک باشد خانم تولین. عید تو هم مبارک باشد پسرم. پسرم با مادرت شیرینی و گلاب دراز کن. هله زود باش. البته پدر جان حاضر. عزمی جان عصبی نشو. آروم این بچه خودش میکند. اینجا چی گپ است؟ بگیر پدر جان. با مادرت. مرحمت خانم. اول با مادرت. تشکر زیاد. تشکر. شیرینی هم گیرم. مرحمت. تشکر پسرم. دستی پدرت را بوسه کن. بیا دخترم. با چی خاطر چی گپ شده است؟ آخر ملیس جان وای پدرم عید. کدوم عید؟ شما دیوانه شدید مگر؟ ملیس جان برای جناب عزمی عید بر وقت تر آمده است. کنی دستش رو ببوس. بیا کنی دخترم منتظرم. کنی ببوس ببوس. بیا. دستی تو را هم بسیاری ها بوسند. عیدهای زیاد را بینی. خیلی بگیر. این ایدانه تو است. شیرینی میخری. مایده کرده مصرف کن. ملیس جان؟ نمیخواهم.
باید پیشتر دراز میکردی. مایلش مادر. ناخلف. ساخته کار. کدی دستم را ببوس. در روز عید دشمنان دوست میشوند. دستم را بوس. بعدا همش را حل میکنیم. کدی بوسه کن. چی گپ است؟ ای برادر اهمیت ندی. برای پدرم عید قربان کمی بر وقت‌تر اومده است. البته آخر او دیوانه است که عید می آید. عیدتان مبارک باشد اما که عزمی جان. رحمت پسرم، عیدی تو هم مبارک باشد. دستیت را هم بسیاری ها بوسن. اینا بگیر، عید گردگی تو است. شیرینی میخری؟ بله رحمت کلام. کنی زارا جان تو هم رو عید گردکت را بگیر. دست اما که عزمی را بوسه کن. عید را مبارک باد بگو. چی خیلی عیدن؟ زارا یا دخترم، یا دستم را بوسه کن. منتظرم نکن. مبارک باشد دخترم. کنی بگیر. این عید گردکی تو است. شیرینی میخری نشود سخیش میخری. خدا راضی باشد ولی وی نیست کاغذیش. مثل جوگی نشم دخترم. تشکر. عیدتان مبارک باشد. بیا قربانی را کشته خلطه کرده به فقیر و فقرا روانه کنیم. رفتیم پسرم. چی خیل قربانی پدر؟ ای وای دیوانه، رمضان را گذشت اکنون به عید قربان آمد. البته تو از کجا میدانی آخر؟ دیوانه ای ساخته کار در عید قربانی ضبط میکنند. خیر، من با اجازت شما با بیمارخانه میروم. شوکت را بینم از کام برآمده است یا نه، زیارتش کنم. خیر، روزتان بخیر. من هم میروم جانم. البته ما میرویم. عیدتان مبارک. عید شما هم مبارک. مبارک باشد. خیر. بیا رفته گوسفند را کشیم. اگر نایی نیا، من خودم تنها آن حیوان را میکشم. یا خدایا، خواهی بیا نخواهی نیا. عزمی جان، تو با کجا میروی؟ عزمی جان با کجا؟ کمون خوبی همین خیلی هیچ چیز نشده است. خوبم مشکلی نیست. وای برای تو میوگی پوست کنم، با تو ویتامین لازم است. روزادور ملیس چی خیلی میوگی ها؟ چی میدونم. وای فکر کردم بیمار هستی، روزه نگرفته ای. عزیزم مگر با هم در سحر خوراک نخیستیم؟ ولی برایم پرستوریت خوش اومد. با خدا اگر میدونستم که اینقدر در فکری من هستی خودم را پورا میکردم. باور کن. از تو را کشته به فقیر و فقرا تقسیم میکنم. ثواب میگیریم. فهمیدی؟ تو به تریگی نکن. ثواب میگیریم. کنی این طرف بیا. ملی کمال بیاید. از می گوسفند را میکشد. زود باشید زودتر. ای بابا همیشه سن بیاید. داد کدوم گوسفند؟ عزمی جان لطفا نیستید نکنید، خواهش میکنم. تو هم ثواب میگیری. کنی آرامیست. آرام میگویم. آخر او از راستی گوسفند خریده است. کنی ای زودترم خواب کنی یا خدایا. پدر جان تو چی کار میکنی ها؟ چی کار میکنم؟ امروز روز عید است آخر. باید قربانی کنیم. پدر جان قربان شوم. تو ایدها رو عوض کرده ای. تو کدام این را میگویی؟ خاموش نخف. تو از من خوبتر میدونی یا خدایا. عید قربان است. عید است.
این را باید کشم. بسیار نگو، بیا کمک کن. پایش را بیدار. ایست نگوریش. کجا میگیرشی؟ عزمی مادر تو باوری داری که با این آدم خانه‌دار میشوی؟ البته چی میشود در یک سال 2-3 بار عید شود؟ خدایا کاش که هر روز عید میشد. مادر در حقیقت تو هم دیوانه شده ای، تو هم عقلت را خورده ای. ملیس خاموش. عزمی جان دستگیرت میکنم. باید تو را کشم آخر. و کجا میگویزی؟ ایست آخر حیوان ایست. سلام جناب دکتر. رفیقم از کام برآمده است. او را دیده میتوانم؟ میتوانید بینید ولی او را بسیار ناراحت نکنید. خدا شفا دهد. بفرمایید. رحمت. به شرفی به نامو من رو میکشم. چکار میکنی؟ یا خدایا بخشش جان. ایستید آخر چکار میکنی؟ کیلاس جان یاردمم کن. میکشم او را. بانویم را گرفت از من. این پدر لعنتی خر چندین بار مرا فریب داده است. میکشم او را. میکشم او را. رهایش کنید. سحر نصرانی گفته چی را نشاندی به من؟ چی نشاندی؟ میکشید این آدم را. هر دویتان را اژدها پاره کرد. هیچ کار کردن نتوانستید. قوتتان به این بیچاره میرسد؟ او حیوان بیشرف اگر به دستم افتاد آن شمشیر را به تربیت کمی با آدابانه گفتن در نزدمان زن است. این کار لازم نیست. اژدها است که از من او را با ماشین یک زدم به بالا پرید. بعدا اونال او را خلطه کرده کشت و رفت. مرده رفت. چی؟ اژدها مرد؟ آخر او را من کشتنی بودم. انتقام نمیگ و شرف را باید میگرفتم. او را باید من میکشتم. ایروی قانون نیوتن باید که من ویا میکشتم. لیکن در دست من که ایشی نبود او شمشیر داشت مرا کشت. السلام علیکم. سلام. پدر تو در کجا هستی؟ در کل بیمارخانه تو رو گفتم. تو چی کار میکنی اینجا؟ خواستم سیر و گشت کنم دخترم. اژدها سرخ اینها رو هم یارادار کرده است. گفتم یک زیارتشون کنم. خدا به همه‌تون شفا دهد. رحمت دخترم. فسیبه. رفتیم پدر، به خانه میرویم. میرویم دخترم میرویم. به خانه تو نه، به خانه من میرویم. این که میشد مگر دخترم؟ اعتراض نمیخواهم پدر، به خانه من میرویم. تو بازدید جانم. خیر. اکی کانون اکی شوکت تکرارن خدا شفا دهد. خدا شما رو به ما بخشید. خدا رو شکری زیاد. در امان خدا باشه. تو بازدید. دوا هجری دست رحمت هجری. خدا راضی باشد. در حق ما دعا کن. رب نسکه. یا خدایا. با خدا سیر و گشت فایده دارد. هوای تازه میگیریم. حالا تو افطار وقت زیاد است. همین خیلی است. خوب شد که به بیرون بر آمده ایم. ملیس پیاده رویم چی؟ سفسطه نگو. با این حالت چخیل میرویم؟ هیچ گم نیست. با من فایده دارد. بیا پیاده رویم. خوب میرویم اگر که خوبی. ای سانام، تو پدرت رو چی خیل نگاه بین میکنی؟ چرا این خیل میکنی؟ چی گفتن میخوای هجری؟ پدرم رو نگاه کردن نمیتونم؟ نه میتوانی. آخر در خانه خودش خوبتر نگاه بینش میکردم. باز این درست میگه دخترم. من در خانم خوبتر نگاه بین میکنم. نمیخوام که درد سر تو باشم. نه پدر، تو رو من نگاه بین میکنم. به این هم هجری این رو گفتنی نمیخواست. میخواد اشاره کند که من ناعهده برو هستم. ناعهده برو؟ چی علاقه دارد؟ دروغ است؟ تو و خواهرت همیشه مرا ناعهده برو است نمیگفتید مگر؟ و خدا گناه هم رو میگیری. نگاه کن حالا هم این کار میکند.
چرا دخترم را ناهدبرو میگویی؟ نه من این خیل گویم جناب قدیر میفهمانم. از پدرم میپرسیم نباشد. دخترش هستم او مرا از همه خوب میشناسد. به فکرت من دختری ناعهده‌برو هستم؟ نه دخترم، چه علاقه دارد؟ این گپ از کجا برآمد؟ بین شنیدی مگر پدرم ناعهده‌برو نیست میگوید. برای ناعهده‌برو گفتن زود بخشش بپرسی جری. چرا بخشش میپرسیدم؟ زود از دخترم بخشش پرس وگرنه احوالات بد میشود. پدر آرام باش، ما مشکلی خود را صحبت کرده حل میکنیم. لازم به زوروری نیست. همین خیلی نیست هجری جان. منتظر هستم جانم. چرا منتظری؟ منتظر عذر پرسیدنت. نه نمیپرسم. میپرسی؟ نمیپرسم. مرا ناعهده‌برو گفتی و عذر میپرسی؟ نگفتم و نمیپرسم. کافیست عصبم را خراب کردید. ای محسن بخشش پرس میگویم با همین موضوع تمام. نه جناب قدیر نمیپرسم. چرا نمیپرسی؟ آخر سنم لطفاً بیا وحیمه نکن. من وحیمه دارم؟ بله تو وحیمه داری. یعنی هم ناعهده‌برو و هم وحیمه شدم. خیلی نه؟ سنم بیا دیگر جنجال نمیکنیم جانم. البته که به فایده‌ات نیست. همین خیلی نه؟ چی به فایده من نبوده است؟ بس کنید جنجال هایتان رو. حاضر من از این رو به چپه میشوم. بس کنید. همیشه همین خیلی میکنی هجری. مجبور شوی همین خیلی میکنی. عذر پرس موضوع رو محکم کنی. نه نمیپرسم. میپرسی؟ نمیپرسم. نجادت دخترم. پدر جا شده رفت سنم. به کجا میرود پدرم؟ منو بین. پدر؟ هجری دو پدرم رو بیدار. دخترم سنم کاری کرده ات رو دیدی؟ پدر ایست نترس آمده ایستادم. نترس جناب خودی رسیدم. یاریدید پدر کمکم کنید. پدر ایست نترس آمدم. پدر جناب خودی با دقت باشه. پدر هجری کمک کن پدر. همین خبری کنان دیوانه و شبکت را شنیدم. بسیار خوشحال شدم. من خدا نخواهد هیچ کس نمیمیرد که جوهر. پدر این چی گپ است؟ من هم نفهمیدم که جوهر. پدر اکی جوهر او رو بیدارید. امداد یاریدید. هجری بیدم پدرم رفت. دویده ایستادم سنم. پدرت زود میرود. های کمکم کنید. پدرم افتید. بسیار بد شده. واه بیدم هجری بیدم. سنم من نگاه کرده نمیتوانم. امکان ندارد. آفتاب چشمم رو زد نمیبینم. هجری با چی حال آوردی پدرم رو؟ با این حالتمو نگاه کن. سنم من چیکار کردم؟ خودت رها کردی پدرت رو. یک لحظه جناب خودیر پایتان رو پویان کنم. بسم الله. برو باشه رو بیدار. او رو بیار این طرف بیار سنم. دخترم مرا با خونه هم بر. نه پدر من تو رو نگاه بین میکنم. مرا با خونه هم بر میگم دخترم. گفتم که پدر نمیشود. کنی جزدانم رو بگیر. واه با این بیچاره با خدا دلم سوخت. رفتیم. سنم رها کن. یک طرفیست. جناب قدیر سخت بیدارید. بسم الله. آماده هستید میرویم. این رو بچه تیز نمیرود ولی جناب قدیر. با این نگاه کنید. زیباچه است. بکشد. مادرش دختری زیبا تولد کرده است. وای ملیز جون تو رفتن گیر. من زود میایم.
تو چی گفته ایستادایی ها؟ هیچ چیز نگفتیم. تو پسیدهی کو اگر خواهی با خانم ما سیر و گشت کنیم. برادر حاضر گوشویت را بریده با یک پایت آویزانت میکنم. وای من نکن، تو کی را می آویزی ها؟ چیکار کرده ایستادم من؟ حالا یک هفته نشده است. اگر حاضر من اینها را بزنم میلیز دیگر با من امکان نمیدیم. لا حول ولا قوه. چی گپ شد؟ ترسیدی؟ برادر تو دختر رو رها کن، به بیمارخانه رها. ما با دختر سر و کار میگیریم. بیا رویم. این ابله‌ها ارزش این را ندارند. با تو باورم نمی آیده؟ وای ابلهان در نزد تو مرا گپ میدهند، تو باشی هیچ کاری نمیکنی. تو مگر شرط نگذاشته بودی که اگر من جنگ کنم با من امکان نمیدهی؟ تو ها رو هم گپ میزنی؟ با من گپ های بد زدن، تو باشی هیچ کاری نمیکنی. رو جزایشان را بده. گوش کن، رفتم میزنم و بعدا باز نگویی که به تو امکان نمیدهم. حالا هم گپ زده ایستاده یا؟ رو جزایشان را بده. انا همین خیل اجازتم ده. بین هم من داغی همین کار هستم. بیادب است، به خدا که بیادب است. بچه ها اجازت داده شد. جزایتان بسیار وزنین شده است. بیایید اکنون حساب رو برابر میکنیم. تو چی گفته ایستاده ای؟ میگویم که کمتر پس و بیمارخانه میروید. 6 ماه آنجا میخوابید. این کودک را بینید در نزد دختر وایمه دارد که ما را میزند. برادر از آنی که با من میجنگی کاش با تفنگچه سر و کار میگرفتی. حتی با همین حال هم همه را میشکنم. آرام شدم. با خدا خیلی وقت بود که ادبی کسی را نداده بودم. چی کار کردی؟ آنها را یگان بیمارخانه قبول نمیکنند. بیزن گفتی زدم آخیر. بیزن گفتم ولی تو این درجه نه، آخیر آنها را کشتی. تو چه خیلی آدمی بی فکر هستی ها؟ خیلی چکار کنم؟ چی دونم؟ دست وزنین دارم. کسی مشت خورد باید 6 ماه در بیمارخانه خواب کند. حاضر به تو دست وزنین را نشان میدهم. بیا رفتیم. گوش کن، یک باری دیگر جنگ کنی دیگر به تو امکانیت نمیدهم. آه خدای من، این چی رنج است که من از این دختر میبینم. جانم بیا رفته روزی توی ما رو معین کنیم. رفتیم. زیاد تو باز چی جنایت کردی؟ نه چرا این خیل میگویی؟ بخیر است؟ این خیر باشد چرا از نام اومده است؟ چی میدونم، از خودش میپرسیم. بخیر است اونال، شما چرا آمدید؟ با تو چیه؟ با تو حساب بودیم. برای زیارت کنعان دیوانه و شوکت اومدیم. یعنی تو دیگر زیا رو دستگیر نمیکنی، از پسش نیستی؟ یگان مشکلی نیست میخیل نه؟ نه، تا وقتی که در دستم یگان دلیل قانونی نیست به او دست نمیرسونم. این خیر باشد برای خونه دار شویمون مانع نیست. نه یو تو به این باور نکن. هر لحظه میتواند که یگان جنایت کند. شما جنابان برای زیارت بیمار روید، ما هم آهسته آهسته میگریزیم. دهانت گیز میده گریختنگی. تو آرام نمیستی. خیر سردارم میگویم که عین حال از پشت کلتکلس نیستیم. رفته عریضه به نفقه برآمده ما رو نویسیم. دیگه دکسه میریم در لای بر میشنویسیمش که خورده. تو درست میگوی لویند. دیلگیر شدم از دست این کلتکلسی بدبخت. عمرم رو خوردیم به شرف. بیا بیمارها رو زیارت میکنیم و بعدا به امنیت رفته عریضمون رو مینویسیم. بجق پیش میدرم. تو از پس دختر شو، من اونال رو حل میکنم. مایلاش. پدر جان برای تو شوربا پختم. شکمی گرسنه دارو خوردم که نیست. رحمت دخترم. کنی بخور. سوختم. چی شد پدر؟
بسیار گرم است سوزانده. واهمه نکن پدر. اونقدر گرم هم نبوده است کن. دخترم تو مگر روزدار نبودی؟ ای وای فراموش کردم. سوختم. پدر؟ سوختم. پدر ایست پدر جان. یک دقیقه پدر. نجاتم دیه سوختم. یک دقیقه پدر ایست. نجاتم دیه. چی گپ شده؟ سنم نجاتم ده. سوختم. جناب قدیر سنم نجاتم ده هجری. عهده برای شما را هم سوزانده. یک سو استدهازی همش نقل میشد. چی شد پدر؟ یا خدای مهربان مازین کمکم کن. زودتر. یا خدای با دقت باشید. با دقت باشید سنم. تمام است. به هیچ چیز دست نرسانید تیمور. آرام در جایت است. بخششی بسیار پدر. دخترم تو نیت کشتن مرا داری؟ معذرت میخواهم پدر. آخر من چی دانم؟ دختر من خیلی ناهدر برا نبود کو؟ تو هم گفتی پدر؟ مازین یا اینکه تو دختر من رو همین خیلی ناهده برا کردی ها؟ باز گناهگار من شدم یعنی. زود یگان یاری تجلیل را چفتنید. آه پدره آه پدر. سنم یک لحظه به بیرون میبرایی. بیا بیا اژدها سرخ مرا کشتن نتوانست این دختر میکشد. در حال از اینجا گریختن لازم. بفرمایید بابای قدیر. در کجا هستی؟ در همین نزدیکی بابای قدیر. زود بیاید که این دختر مرا میکشد. زود بیاید زود. سنم پدرت رو اینجا نگاه کرده نمیتوانی. چرا نمیتوانستم؟ نگاه بین دارم کو. بسیار خوب نگاه داری. بیچاره رو در یک حالی بد نگاه داری. نمیبینی که با او چی کار کردی تو؟ در بولش یک کاسه شوربای گرم ریختم. چی شد؟ او پدری من است. من از همه خوبتر او رو میفهمم. بله میفهمی. بالای سوختن مکاب میپاشی تو. بیچاره چی گناه داره؟ شما چرا آمدید؟ بابای قادر دعوت کرد. برای بردن او آمدیم. نه پدرم را به هیچ کس نمیدهم. او پدری من است. با من می ایستد. هیچ کجا نمیبرید. سوختم. نجاتم دید. بابای قادر خوب هستی؟ آروباچه را بیار. زود آروباچه را بیار. این تلفن را هم در جای بد گذار. گیر دستونت رو نمیگیری پدرم رو. سنم ایست. زود باشد. این نبرید پدرم رو گفتن. سنم ایست. آرام شو لطفاً. برای برید مرا از اینجا. زود مرا از اینجا برید. زود باشد. پدرم رو میبرن تو باشی اینجا ایستاده در. ایست سنم تو اینجا انتظار شو. به هیچ چیز دست نرسونید. این مرا سرده. های کن چی ایستادی؟ ایست با من دست نرسونید. های کن. کستر. زودتر. ما از این را بهوده کشتنی بودیم. این کار لازم نیست. او با دخترم بیشتر عمر نمیبیند. برطورید. آیستتر. من میخواستم پدرم رو نگاه بین کنم. ای جانا میدونی چی؟ ایست کمی شفای آباد بعد نگاه بینش میکنی. آنها او رو خوب نگاه نمیکنن. لا حولا. ای من به مسجد میروم. منتظر شو. من هم میروم. لباسم رو عوض کنم. یا خدایا. با این پریم نفقوی به کجا میروم ها؟ اینجا کجاست؟ اسپانیا؟ اینجا میشود در اینجا زندگی میکنم. سردارم با شما یک پیغام اومده است. پیغام گفتی از کی؟ باور نمیکنید ولی از سقراط. سقراط می؟
بله. مگر نمرده است او؟ پیغام را پیش از مردنش سپرده بوده است. بچه ها از نظر گذراندن. در بالایش یک نوشته‌جات بوده است. نوشته‌جات؟ بله. بعد مردنش به شما تسلیم شدنش را نوشته است. خب کنی بینم. مرحبا سردارم. در درون این چی باشد؟ نمیدونم سردارم، ندیدم. شد تمام میتوانی که روی. مایلش. چی گپ است؟ آشنا سقراط از اون دنیا به من پیغام میفرستد. کنی بینیم این چی دارد. جنگاور لعنتی سقراط کی بودن جنگاور را میدانسته. این مراتب از دستم خلاصی نداری. کنی نقابت را کش و رویت را به من گردان. رویت را نشان ده. حضرت هجری جنگاور هجری بوده است. هجری چی علاقه دارد؟ بله خیالی برای کشتن هجری آمده بود. سقراط که بودنی جنگاور را میدانسته است. جنگاور هجری بوده است. او این را میدانست. اوه هجری، اوه حضرت هجری، اینقدر وقت تو ما را چه خیل فریب دادی؟ سردارم یک خبری بسیار بد دارم. متاسفانه به نفقه برآمده نمیتونیم. یعنی نقشه های نفقه ما رو باید کمی به قفا پرتویم سردارم. چون که سلاحی که سقراط را پراندن پیدا شد و در بالایش مثل که شما تخمین کرده بودید ایزی انگشت کرتکلس است. سردارم خوب هستید؟ ای وای وای سردارم وای. البته از نقشه نفقه برآمدن بسیار مشکل است. صبر کنید کم مون سردارم. کرتکلس رو دستگیر کنیم بعد به نفقه میریم در باز. چه خیل نفقه؟ من نفقه پفقات را هر دوتون تمام شده. اکنون هر دوتون در دستم هسته. هر دوشون کیستن سردارم؟ لبید اول کاری کرتکلس رو تمام میکنیم. رفته مرده گفته ده کس دستگیر میکنیم و را کی را در نظر داشتیم بفهمون؟ به نام خداوند بی اندازه مهربان و نهایت بارحم. محترم جماعت، این امر معروف امروزه امان در موضوع کتاب مقدس قرآن و معجزه های آن می باشد. کتاب قرآن این خود یک معجزه هست که از جانب پروردگار عالمیان برای فرزندان آدم همچون راهنما با واسطه خاتم پیامبران حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم فرستاده شده است. این کتاب تصدیق کننده کتاب های پیشین می باشد و در این کلام هیچ اشتباهات وجود ندارد. طبق آیت های این کتاب قرآن کریم را خداوند در شب قدر به پیامبر فرستاد. خداوند در سوره آل عمران آیت 7 می فرماید او کسی است که این کتاب آسمانی را بر تو نازل کرد که قسمت از آن آیت های محکم یعنی روشن و آشکار است که اساس این کتاب می باشد
و هر گونه پیچیدگی در آیات‌های دیگر با مراجعت به اینها برطرف می‌گردد و قسمت از آن متشابه است. آیات‌هایی که به خاطر بالا بودن سطح مطلب و جهت‌های دیگر در نگاه اول احتمال گوناگون در آن می‌رود، ولی با توجه به آیات‌های محکم تفسیر آنها آشکار می‌گردد. اما آنها که در دل‌هایشان کجروی است به دنبال آیات‌های متشابه‌اند تا فتنه انگیزی کنند و مردم را گمراه سازند و تفسیر نادرست برای آنها می‌طلبند، در حالی که تفسیر آنها را غیر از خدا و راسخان در علم نمی‌دانند. آنها که به دنبال فهم و درک اسرار آیات‌های قرآن در پرتو علم و دانش الهیان می‌گویند ما به همه آن ایمان آوردیم، همه از طرف پروردگار ماست و غیر از صاحبان عقل متذکر نمی‌شوند و این حقیقت را درک نمی‌کنند. کتاب قرآن این آخران حکم خدا برای بندگانش تا روز محشر میباشد و در آن هیچ تغییرات وارد نگردیده و نخواهد گشت. دلیل این گفته ها خداوند در سوره هجر آیت 9 میفرماید ما قرآن را نازل کردیم و ما با طور حتمی نگهدار آن هستیم. همچنین خدا در آیت های 41 و 42 سوره فصیلت میفرماید کسانی که به این ذکر یعنی قرآن هنگامی که به سراغشان آمد کافر شدند نیز بر ما مخفی نخواهد ماند و این کتابی از حتما شکست ناپذیر که هیچ گونه باطل نه از پیش رو و نه از پشت سر به سراغ آن نمی آید، زیرا از سوی خداوند حکیم و شایسته ستایش نازل شده است. هر کسی از کتاب قرآن پیروی می کند او به چیزی نیازمند نیست و آن کسی که از پیروی آن دست می کشد پناهگاهی ندارد. پس از کتاب خدا و حکمهای آن پیروی نمایید. عالم و ستاره شناس با نام عدنان شریف که در امارات متحده عرب زندگانی میکند در موضوع یکمین کیهانورد یوری گاگارین یک مقاله علمی عجیبی را در تاریخ آدمیزاد نشر نمود. خداوند عاید یکمین انسان کیهانورد در قرآن کریم 1400 سال پیش این جانب خبر داده بود. دلیل گفته‌هایش آیات‌های 12 تا 15 سوره هجر میباشند که این آیات‌های قرآن کریم بعد از 1400 سال برای آدمیزاد تفسیر خود را پیدا نمود. 12 اپریل سال 1961 در تاریخ آدمیزاد یکمین مرتبه اتحاد شوروی یعنی SSR کیهان‌نوردی را با نام یوری گاگارین به کیهان فرستاد که این یک معجزه بود برای انسانیت. یوری گاگارین با موفقیت به کیهان برآمد، زمین را از بالا مشاهده کرده در حیرت افتاد و این سخنها را به زبان آورد. این چی است که من میبینم؟ ما را چشم بندی کردند، بلکه ما سرتاپا سحر شده ایم. آنچه را که با چشم خود میدید باورش نمی آمد. فکر میکرد که همه این در خواب است و سحر و جادو است. سخنهایی را که یوری گاگارین بعد از دیدن زمین از کیهان به زبان آورد طریق اسبابهای رادیو شنوانی از زمین ثبت گردیدند. اکنون می‌نگریم با آیت 14 و 15 سوره هجر. خداوند در آیت 14 و 15 سوره هجر می‌فرماید و اگر در از آسمان برای آنان بکشاییم و آنها پیوسته در آن بالا روند باز میگویند ما را چشم بندی کردند، بلکه ما سرتاپا سحر شده ایم. هر سخنی که یوری گاگارین به زبان آورد و طریق اسبابهای رادیو شنوانی از زمین ثبت گردیدند خداوند 1400 سال پیش در قرآن کریم این را ذکر نموده بود. این از معجزه های قرآن. ببینید خداوند در آیت 12 و 13 سوره هجر می فرماید ما این چنین و از هر طریق ممکن قرآن را به درون دلهای مجرمان راه می دهیم، اما با این حال آنها با آن ایمان نمی آورند، ولی پیش از این ایمان داشتند. روش قوم‌های پیش نیز چنین بود. سال 1961 در اتحاد شوروی ساخت دولتداری کمونیستی فعالیت میکرد و آن نفرانی که در مرکز کیهان‌آوردی شوروی کار میکردند مسلمان نبودند. پیش از انقلاب اکتبر در دولت‌های سابق اتحاد شوروی هم کلیساها و هم مسجدها موجود بودند که انسان‌ها آزادانه طاعت و عبادت میکردند، اما بعداً همه این را ممنوع کردند. عمیق و دقیق آیات‌های 12 و 13 سوره هجر به این گردش‌های انقلاب تعلق دارد که پیش به خدا ایمان داشتند اما بعداً رو گردانیدند.
ин мӯъҷиза ва пешгӯии қуръонро як нашриёт хост ки тариқи рӯзнома нашр намояд. аммо роҳбарони он замон иҷозат надоданд ки садои юрий гагарин ва далелҳои қуръони карим дастраси мардум гарданд. чун ин мӯъҷизаи қуръони каримро чанд сол пеш ба як собиқ корманди маркази кайҳонавардӣ нақл мекунанд. ӯ мегӯяд: ростӣ ман на танҳо аз суханҳои юрий гагарин ки таздиқи он ояти 15 сураи ҳиҷр мебошад дар ҳайрат афтодам, балки ояти 14 сураи ҳиҷр барои ман ҳайратовартар аст. худованд дар ояти 14 сураи ҳиҷр мефармояд: ва агар даре аз осмон барои онон бикушоем ва онҳо пайваста дар он боло раванд. бубинед ҷамоати азиз, худованд мефармояд: ва агар даре аз осмонро барои онҳо бикушоем. бо диққат бошед, дари осмонро барои онҳо бикушоем чӣ маъно дорад? ин корманди маркази кайҳонавардӣ мегӯяд: дар ҳақиқат осмон дарҳое дорад ки мо онҳоро солҳои дароз таҳқиқ карда пайдо намудем. чун ин суханро аз қуръони карим мехонам, боварам намеояд. баъдан илова мекунад: агар киштии кайҳонӣ аз роҳе ки мо дар осмон пайдо кардем ба андозаи кӯтоҳе каҷ равад, вориди осмон намегардад. ҳамчунин кайҳонавардон низ ҳангоми бозгашт тариқи он дарҳои кушодаи осмон поён меоянд. дар сурате ки ба андозае аз он дарҳо каҷ раванд, осмон онҳоро ба боло тела медиҳад ва поён омада наметавонанд. ин аст мӯъҷизаҳои қуръони карим, бародарон. баъзе оятҳояш ҳазорсолаҳо баъд тафсири худро пайдо менамоянд. худованд медонист ки рӯзе ба инсоният илме медиҳем ки аз замин берун мераванд ва чун заминро аз кайҳон мушоҳида мекунанд, боз мегӯянд: магар мо дар хоб ҳастем ё моро ҷоду кардаанд. имрӯзҳо ҳамаи мо чун шиноснома ё ягон ҳуҷҷат мегирем, мақомотҳо изи ангуштҳои моро тариқи асбобҳои компютерӣ насб менамоянд. ҷамоати азиз, изи ангушти ҳар инсон гуногун аст. дар ҷаҳон нест инсоне ки изи ангушташ ба якдигар монанд бошад. аз ҳар нафар гуногун аст изи ангушташ. ин мӯъҷизаи одамиро чандин сол пеш ифшо карданд. аммо худованд дар қуръони карим дар ояти 1 то 4 сураи қиёмат мефармояд: савгам ба рӯзи қиёмат ва савгам ба нафси лаввома ва виҷдони бедору маломатгар ки рӯзи растохез ҳақ аст. оё инсонӣ мепиндорад ки ҳаргиз устухонҳои ӯро ҷамъ нахоҳем кард? оре, қодирем ки ҳатто хатҳои сари ангуштони ӯро мавзун ва мураттаб чӣ гунае ки буд дубора барқарор созем. дар ояти 4 ин сура худованд 1400 сол пеш фармудааст ки ҳатто изи ангуштҳои инсонро дубора чӣ гунае ки буд бо он гуногунӣ ва нозукияш барқарор месозем. инҳоянд мӯъҷизаҳои қуръонӣ. ҳамчунин худованд дар сураи раҳмон ояти 19 то 21 мефармояд: ду дарёи мухталиф, шӯру ширин, гарму сардро дар канори ҳам қарор дод, дар ҳоле ки бо ҳам часпида ҳастанд. дар миёни он ду барзахе аст ки яке бар дигаре ғалаба намекунад ва ба ҳам омехта намешаванд. пас кадом яке аз неъматҳои парвардиgoратонро дурӯғ мешуморед? ҷамоати азиз, дар сайёраи замин ду дарёи бо ҳам часпидаи калоне мавҷуд аст ки байни онҳо пардае қарор дорад. на оби онҳо бо ҳам омехта мешаванд ва на ҷондорҳои обиашон. тафсири ин ояти қуръони каримро олими машҳур ва баҳрнаварди фаронсавӣ Жак Ив Кусто дар соли 1962 ифшо намуд. ӯ мегӯяд: ҳангоми дидани ин манзара боварам намеомад ки чунин чизе мавҷуд аст дар рӯи замин. ин як мӯъҷизае аст ки сарҳади қонунҳои физикӣ ва кимиёвиро убур кардааст ва ақли одамӣ дар баробари ин мӯъҷиза нотавон аст. он баҳрнавар баъдан ба қаъри ин дарёҳо поин шуд ва ифшо намуд ки ду дарёи бо ҳам часпида на обҳояшон бо ҳам омехта мешаванд ва на ҷондорҳои обиашон. мегӯянд чун ин мӯъҷизаи қуръони каримро ба он олим нишон доданд, бовараш намеомад ва баъдан дини исломро қабул намуд. қуръон ин як китоби пурасроре аст, муҳтарам ҷамоат, ки ба тамоми саволҳои инсоният ҷавоб медиҳад. худованд дар сураи бақара ояти 23 мефармояд: ва агар дар бораи он чӣ бар бандаи худ паёмбар нозил кардем, яъне қуръон, шаку тардид доред, ҳадди аққал як сура монанди он биёваред
و گواهان خود را غیر از خدا برای این کار دعوت کنید اگر راست میگویید. خداوند به آنهایی که به این کتاب شک و شبهه دارند میفرماید اگر راستگو هستید پس یک سوره مثل سوره های قرآن کریم نوشته کنید. جماعتی عزیز، وقتی نماز هم نزدیک شد، معجزه های قرآن کریم بیکنار است، اما من مختصر چند آیتی آن را برای شما شرح دادم. خدا خواهد در موعظه های آینده این موضوع را کشاد و وسیع‌تر برای شما بیان می‌سازم. باقی خداوند نگهدار همه شما باشد. آمین. آمین. هر دوشان گفته کی رو در نظر داشته کنند؟ لوند جنگاور کی است میدونم پسرم. یو بسم الله اکاونال بگو جنگاور کی وجدانی سر میگم کسا نمیگم. اول کالتا کلاس رو دستگیر کنیم بعدم با تو میگویم. مردک هستی با دوا 100% بگو خی. لاقی هستی برای همین پرنده رو از دست میدیم، اما تنها همینش رو با تو میگویم لوند. جنگاور از کسانی نزدیک ما است، تو او را خوب میشناسی. سردارم شما قصد کشتن من رو دارید؟ میخواید که من از کسل این فکر مورم؟ از برای خدا بگوید که کی است جنگاور؟ پسرم کمی صبر کن میفهمی. یا خدایا باورم نمیاد سردارم. شما با من باوری ندارید؟ نه باوری دارم، اما من به زبان سرگپی تو باوری ندارم. یا خدایا بسیار خنده‌آور. یا خدایا دیوانه میشم کی باشد این جنگاور؟ میگوی شناسی خودمونه این پدرلت کی باشه؟ کمتر فکر کنم بازی. میگم داملو عزمی دیوانه نباشه. مامن وایرا تولین نباشه. تولین نخود جنگاور زنک باشه. اکاده بیا پول چودست نکه بگو که جنگاور. این کار را هم حل کردیم. جانم بیا رفته برای مای اصلمون چیپ تگیریم. در حال. چی شده باشه؟ تسلیم شب کالتا کلاس. یازنه چی کار میکنی؟ شوخی میکنی؟ گفتی زیارا دیگر دستگیر نمیکنی کو؟ در گذشته بود زهرا، اکنون به محبس میرود. چی شده سونال؟ باز مثل گذشته شدیم. چی میخواهی؟ رهایم کن. گپ نزن. سلاحی که سخرات رو پرانده بودی به دست آوردیم بیعقل. نه پرانده بودم اونال، خودم را محافظت کردم. خودت هم میدانی که این کار را نکن. التماس مانع خانه‌داری ما و زهرا نشو. از محبس بر اومده خانه‌دار میشوی، البته اگر زنده مانی. پروا نکن، برمیگردم زهرا. تا وقتی که زنده ام دلم برای تو میتپد. نزدیک شو. شد بگیر. نزدیک بیا. دستونشو ببند. ایست ابلا ایست. یه نمار بس نگریز. یا گوریز زیارو یوری دادنم در کن. تنها تو رو نه، همکارت رو نیز دستگیر میکنم. همکارت کیست میدانم. کدام همکار اونال؟ من تنها کار میکنم مگر نمیدانی؟ جنگاور کت میدانم خزنده. بعدی تو او رو هم دستگیر میکنم. جنگاور خطی کارت کلاس چه خامنی داره کنن؟ خیلی بگو که ما هم بفهمیم مکه. چی ها میگویی؟ هر دوشون یک جای کار میکنن، همکار هستن. هم مردک میمونه که بگو جنگاور کیه؟ یک گم شو داو. هیرو چم داو مکه. ایستا. هجری برای افطار بسیار یک دسترخوان زیبا آرستم. برای تو بهترین شیرینی ها را پختم. وای، شرط نیست که بهترین شیرینی آماده کنی. آخر در آزمون کدبانو اشتراک نمی کنی که خوردن شود بس است. با من شرط میکنی؟ توبه استغفرالله، شرط کردن جایز نیست. اوه هجریه.
شد کجا شد لوید تو به اون طرف رفت من نکنم لکن ترسیدم ابراد نمیگردم تحصیل میشم به شرف اونر بیعقلی نکن رها کن روان من گناه ندارم اونر سردار ما پرونده حیاتو چوخ کرده گلم من نپراندم لعین سردارم
سردارم التماس خطاب بعد از بگی شیرینا التماس اگر شما بمرید لبنت صغیرم میکنید ما ارزو داشتم که سیلا نمیگیرم در تویم شما را دعوت بکنم اگر بچه دار میشتم نوشم اونال میمون سردارم مردک چیو بازد نمیبروی که اونال سردارم سردار کار اونال تمام. آفرین کار خوب کرده. سرود و کلیپ های نو به نوی تاجیکی. ایلم غم دارد و غم دارد امشب آهش نگو که میروم یارم و خارجی ویدیوهای پندآمیز. آیا میدانی؟ اجل هم دنبال توست. و شوق‌آور. از هر گوشه دنیا اخبارات نوین و سلسله فیلم های جدید با صفت بلند، این همه را می توانید از کانال شهناز میدیا تماشا نمایید. با کانال شهناز میدیا ابونه شوید و از ویدیوهای نو با خبر باشید.